بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب الاربعون النوویه، یعنی 40 حدیث امام نووی. حديث امروزی ما الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. حديث ششم از ابو عبدالله نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت میکنند که گفت از پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم شنیدم که میگفت: به درستی حلال آشکار و روشن است. حلال آشکار و روشن است. در قرآن و حدیث حلال چیز آمدگی است و به درستی حرام آشکار و روشن است. حرام هم همینطور آشکار و روشن آمدگی است. و در میان حلال و حرام چیزهای شبهناک وجود دارند. بین حلال و حرام چیزهایی هستند که ویاره چیزهای شبهناک میگویند که آنها را بسیار از مردم نمیدانند. معلوم میشود است که با هستند انسانهایی که همون شبهه یعنی حلال است یا که گویم از قسم حلال است یا که از قسم حرام است، ولی بیشتر مردم نمیدانند. پس هر کی از چیزهای شبهناک پرهیز کند برای دین و شرف خود از گناه پاک شود. دیدید یعنی برتری که اون کسی که از چیزهای شبهناک چیکار میکند؟ پرهیز میکند، هم دینش پاکیزه میدارد و هم از گناه خودش یا که ناموسش پاکیزه میکند. و هر کی در شبهه ها افتد، پروا نکند حلال است حرام است، پروا ندارد. مانند چوپان است که شتران خود را در گرد حریمی دیگران میچراند و دور نیست که در آن حرام یا که در آن حریم گویم داخل شده باشد. در یک جایی که ممکن نیست در آنجا چریدن، در همون اطرافش چریدن گرفت، یعنی یکون شک و شبهه نیست که همون شطور خطا کرده در اون نحوه در آمدنش. آگاه باشد که هر پادشاهی را حریم است. حریم گفته جایی که به دیگرها در آمدن معنی است. آگاه باشد که حریم الله در زمین چیزهای حرام کرده اوست. آگاه باشد که در بدن پاره گوشت هست که اگر آن درست شود تمام بدن درست می شود و اگر آن ویران شود تمام بدن ویران می شود. آگاه باشد که آن گوشت پاره دل است. معلوم می شده است که دل آباد شود یعنی قلب آباد شود، دیگه عضوها هم آباد می شود. معلوم می شده است که ویرانی دیگر عضوها این وابسته به همین
قلب است. بعضی کسا رو میبینید که به دست خود یک کار معصیت میکنند، به پا، به چشم، به زبان و هاکذا. معلوم از این برمی آید که در داخل همون انسان قلبش ویران است. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.